لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در سال 597 با روایت سال 596 هجری 400 در سال 497 با روایت 496 هجری یک تاجری بسیار بزرگ، یکی از خادمای مکه مکرمه، شخصیت به نام هاشم ابن عبدالمناف که اصلا نامش عمرو است، اما از بس که همون حاجی ها هر سال که به زیارت خانه خدا می رفتیم، این همی وظیفش با نان و طعام ضیافت دادن حاجی ها که بود، نان پوره کرده در طبق ها براشون آماده میکرده است. همین خیلی تخلصش هاشم مانده بودن، یعنی که نان پوره کن، کسی که نان میده میکنه در دوی طبق. همین شخص هنگام سفر به سوی شام در شهر یثرب که در حجاز، در قسمت طرف غربی حجاز قرار داره، چند روز مهمان می شود و در همین شهر یک دختر صالحه را پیدا میکند با نام سلما بنت عدی از بنی نجار. خواستگاری میکنه، از بس که آدم شریف بود، از اشراف قریش بود، از رهبرای قریش بود. همون دختره میتن باش نکاح میکنن، چند زندگی میکنن. بعدا هاشم با از پشت کارهای خودش میرود، تاجر کلام بود، وظیفه‌دار بود. هر سال در موسم حج در ماه ذوالحجه مرد باید حتما در مکه میشید و همین کاراش اندرمان میشود و او سلما و زنک هم یک فرزندک تولد میکنه، یک پسرچه تولد میکنه. از بس که وقتی هم پسرچه تولد شده بود، یک موهاکی سرش سفید بده است، با محبت مادرش همون خوردیش نمیگن نامیت شیبه، هم بچه نام شیبه بده است. هاشم هر وقتی که همون سفر به سوی شام میکرده است، میرفته است، هم یک خبر میگرفته از شما، او میگشته میومده. مقصد ایتا امکانی زیاد قطعشون استودام نداشت. از بین چند سال میگذره، یک سال عزم میکنه که اگه بچه کم بچه 4-5 ساله شده، خواست میکنه که در راهی بازگشت از شام پسر من میگیرم میبرم مکه، که دیگه قطعی نیستم. اما قدرت خدای تعالی در منطقه غزه، همین غزه فلسطین بیمار میشوه. خودش هم حس میکنه که یک کارش خلاص شده. دادرش مطلب صدا میکنه، میگه پسرچه مرا دریابی. او بچه ما در شهر یثرب در بین مردم بیگانه نمانش، بچه ما بگی باید. هاشم غیر این پسرچه فرزندای دیگه داشته است. یک پسر داشت با نام ابو سیفی، یک بچه داشت با نام نزله، یک 3-4 فرزند، یک 4 دختر دیگر هم داره. اما هم بچه که بسیار دوست می داشت، خدا فرزندش بود و در همون شهر غزه وفات میکنه، در همون غزه فلسطین گریم. خودی مطلب وقتی که بروی تجاری را میاره به مکه مکرمه و دست صحیبه تسلیم میکنه، این سردار کاروان بود. شتر سوار میشوه و تکی تنها میزنه شهر یثرب میروه. فاصله بین مکه تا یثرب، این یثرب بشینه شهری که بعدا مدینه منوره نام گرفت. فاصله بینش 450-470 کیلومتر. رفت میگه به خاطر یعنی فرزنده که برادرش آمد سراغ و پی کرده که این بنی نجار در کجا زندگی میکرده باشن، خونه عدی را سراغ میکرد. نخواستید که یک گروه کودکک سقه‌بازی دارن. آدم بعقل عادتا سیر ایدست همون ایدهانی کودکو میگیرن. کودک در میگه که همه با اومد گوه همین کودکک میپرسان بشن میگیرم. اومد که همین نوبت قطعی سقه زدستی نوبتی کدمش که میشود میگیرم سقه را در دستشو، بعد با افتخار میگن نسبش بیان میکنن. من فلانی
پسری فلانی پسری فلانی پسری فلانی 7 پشونه نمبر میکنن تو میزنن بای همین اومد راستی که نوبت همین بچه که شستریک شده است پرید سقر گرفته گفت من شیبه ابن هاشم ابن عبدالمطلب من هاشم من شیبه ابن هاشم ابن عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان و بدزد یعنی چشماش لق لقی آوشیده کودکی که حالی ندیده است همون قوم همون قرشی ها را دیدگی نیست کودکی که در بین مردم بیگونه کلان شدگی تا عدنان نوبر کرد 20 پش ایال آورد نوبر کرده رفت ای بالای شتر میگه دیگه شتر خوب نکرد پرید فرو اومد قچا خوش گریف بوسش کرد گفت فرزندی مایی گفت من ترگو مکه میبرم که گفت نه او چم اجازت داد تا اینجا نمیرم بعد دست گرفته خونهشون اومد سلام علیک کرده گفت منم برادری هاشم هستم من مطلبم من باید این فرزند نبرم وصیت پدرش باید بگیرم برمش که این مادرم هم یک بچه داره و هیچ که دیگر نداره گفت نه قبول ندارم بگذار در پیشم بشتم گفت یانگا اگر این رو من نبرم در بین قوم کلون نکنم او وظیفه و منصب پدرش من ایده دیگه داده نمیتونم بعد که کلون شد دیگه قرشی ها قبولش نمیکنن این باید در بین همون قور تعلیم بگیره و تربیه بیوه که بعد مورد قبولی مقصد که هم قوم ها قرار باشه این مادرم غیرت هم ببینه دیل جگر هم ببینه یا خیزم بسیار شیره بیله یا شیره زنه کودک داد کودک 5 ساله را عبدالمطلب در پشتی شترش سوارش کرد همون کودک که بود اومد به مکه را مردم مکه دیدن که مطلب همه ایشام وقتی اومده بود در حال یا شتر سوار شده برومد ایو طرف هم یک کودک قطعی اومد با گفتن همین یک غلامه در نیاز داشته است رفته بخچه یک غلام بچه خریده دیگه همون کودک گفتن عبدالمطلب هر چند میگفت که آخه این فرزند مونای این پسری برادر مای که دیگه همون عبدالمطلب همون کلیچکه شیشت همین خیل همون شیبه عبدالمطلب شید حقیقتا مطلب امکش تربیهش کرد تربیه به حد خوبش داد حقیقتا رفادت و سقویه را در اختیارش داد اما در این بین مطلب به دنیا گذشت دادر مطلب نوفل سرکشی کرد گرفت زد وظیفه را دستش گرفته بچه یوش بود اومد دور و ندوه قریش که این وظیفه پدر مایده استم کشیده گرفته ای اما کم جان کرده گفتن رازبور تقاطی اما کت خدت بکمو در رازبور شما خوش نمیشه دیگه یکم کس پشتیش نمیگه بعد مکتوب نوشت به تقویش یک نظم عالی هم داره یک قصیده نوشته یک صفحه کرد گفت دیگه با دودم با کی میرسه شما قومی خیش تبارمی اگر که شما ایمان نیوی با عصبه پشتیگیری نکنه با تعصب کی میتونم دیگه وظیفه و منصبای پدر ما گرفتم تقویش ابو سعد میگن با روایت ابو سعید هم اومده است 200 سوره را گرفت میگه از بنی نجار از خزرج اومد این پیشوازش گرفت میگه در راه در نزدیکی تنعیم گو بیا راست خونه میریم که نه گو تو ما اکا حقوقی ترا نسیتونم ایو اما که زولی متمتی جانه میره بعد راست اومد میگه پیش خونه کعبه که نوفل همروی چند نفر رفیقش شتگی اومد شمشیر در گردنش ما گفت قسم به خدا یعنی کعبه اگر گفتم تو وظیفه و منصبی جمع بر نگردون نتیوزی سر تایبادن اجدام بکنم پورم هم که کنم اینجا سر تایبادن اجدام بکنم دیگه او هم جان شرینی کرد گفت بخشیده باش دادمش مردم اینه خیلی ناموس داشتن غیرت داشتن خیش تباری و پیوندی داشتن محبت داشتن که خدای تعالی به جا و منصب با منزلت رسونده است این را ببین امروز کاریمو به درجه اومده است که میگه جنازه را میورن میگن هی خونه سوخته کم فوسیق بود به جنازه شنا میخونه میری بهتری کار به هیچ نمیرسیم بچه‌ها درسته ولی همین تهمت های میزنن
амак бачаги ай замони пайғамбар вақто қасам ҳам гапо дурӯғ аст ягон асл надорад ба истиснои бадбахти абулаҳаб ки душмани худо аёхӣ и абулаҳаб ҳисоб нестай и бадбахттарини душманои аллоҳ ай دیگه یگان عمق عمل بچه پیغمبر صلی الله علیه و مشهور دیده که خیانت کرده باشه جنایت کرده باشه بیچاره اگر چند بعضش مشرک بدن همه یمو سختی و تنگی را به سر گرفتند دیگه حضرت تسلیم نکردند همراهش در شیب ابو طالب در مدت 3 سال در محاصره اقتصادی بودن برگی درخت میخوردن طاقت میکردن و تسلیم نکردن سر فرود نآورده